خب اصلا میدونین چیه؟ من خیلی زیادی دارم فکر میکنم راجع به این که من چجوری این پادکست رو بذارم، چیکار بکنم. سلام به شما، دکتر ژاله بنشیان هستم. کار جدیدیه برای من، با وجودی که این همه سال توی کار رادیو بودم، اما این کار خیلی جدیدیه. اصلا نمیدونم میخوام چجوری شروع بکنم، ولی بالاخره با کمک همدیگه میتونیم یه کاری بکنیم. میخوایم زندگی رو یاد بگیریم و برای یاد گرفتن زندگی آدم باید نکته‌هاش رو بلد باشه، باید تمرین کنه، باید بدونه یه سری واقعیت‌ها رو در مورد مغز انسان، در مورد اینکه حالات انسان چگونه است. ما آدمای خیلی پیچیده‌ای هستیم. گاهی حتی وقتی که باورهامون باعث رنج توی زندگیمون میشه، همچنان به این باورها متصل میشیم، اصلا رهاشون نمی‌کنیم. میدونین چرا؟ یک جواب بیشتر نداره. به خاطر اینکه این باورها برای ما آشنا هستن و یک چیز آشنا به یک انسان آرامش و اطمینان میده. به همین جهت هم هست که این باورها و این پیش زمینه های زندگی که توی روانشناسی بهشون میگیم سکیما، خیلی سخت تغییر میکنن. حتی این سکیماها توی روابط عاطفیمون، تو هر رابطه‌ای که توی زندگیمون داریم تأثیر میگذارن. اینکه اصلا ما جذب چه کسی میشیم، از چه کسی چرا بدمون میاد، چرا فلان کار رو انجام میدیم، چرا از فلان چیز میترسیم، چی کار میکنیم. و ما آدم‌ها قراره که چیکار کنیم؟ این اسکیماها، یا به اصطلاح اسمش رو من گذاشتم چاله ها یا تله ها، پیشنویس هامون رو بشناسیم و ازشون دوری کنیم یا اینکه فیکسشون کنیم، درستشون کنیم. و فقط به همین طریق هست که میتونیم یک رابطه سالمی با آدم‌های دور و برمون برقرار کنیم و اول از همه با خودمون رابطه خوب با خودمون داشته باشیم. آدمایی که مشکلات عاطفی دارن معمولاً به سمت تخریب واقعیت میرن. چرا؟ به خاطر اینکه تفسیرشون و برداشتشون از موقعیت‌های مختلف دقیق نیست. یه مثلا براتون میزنم. یه دختر خانومی بود، از همه چیز توی زندگیش میترسید. خارج از خونه فعالیت‌های زیادی انجام نمیداد. دنیا همیشه هر کاری که میخواست انجام بده براش ترسناک بود. فکر میکرد که خطری دنبالشه و اون دنیای بیرون خطرناکه. میدونین توی چه خانواده‌ای بزرگ شده بود؟ یه پدر و مادری داشت که اینا جنگ زده بود. دائما به این دختر کوچولوشون وقتی که بچه بود گوشزد میکردن که دنیا چقدر جای خطرناکیه، اون بیرون همه ایستادن برای اینکه بخوان به تو آسیب برسونن. این دختر کوچولو حتی از فعالیت‌های روزمره در خارج از خونه هم دچار وحشت و اضطراب میشد. نمیتونست تنهایی سفر بکنه، چون یک تفکر منفی از جهان بیرون توی وجودش شکل گرفته بود و این پیشنویس زندگی بود که داشت رو پیش میبرد. حالا اگه شما جای اون دختر خانم باشید و بخواید این وضعیت رو تغییر بدید، باید اون سکیما رو متفاوت ببینید. یه راهکار داره. اون راهکار چیه؟ برای رفتن به جنگ این سکیماهایی که شما رو دچار مشکل میکنند، شما فقط کافیه که آزمایش‌های کوچیک انجام بدید و این افکار منفی رو محک بزنید. مثلا توی زمستون این دختر خانم میتونه بره تو کوچه قدم بزنه و ببینه که آیا واقعا اتفاقی براش میفته یا نه. این فقط یه پیش زمینه‌ای بوده که توی ذهنش اتفاق افتاده و از بچگی اونجا مونده بدون که اصلا بتونه اون رو ثابت کنه. یعنی تخمین احتمالات رو بیاد تخمین بزنه، ببینه این چیزایی رو که
همیشه ازش میترسیده، آیا به معنای واقعی اون بیرون وجود دارن یا وجود ندارن؟ اسکیماها یا پیشنویس هایی که ما توی زندگیمون گرفتارشون هستیم، اینها خیلی خیلی زیادن. بعضی از آدم ها هستن که پیشنویس زندگیشون ترس از ترک شدنه. وحشت میکنن از این که کسی بخواد اونها رو ترک بکنه. به همین جهت چیکار میکنن؟ متعاقب این اسکیماها میان یک روش‌های خاصی برای زندگی رو پیش میگیرن. مثلا به افرادی که دوستشون دارن آویزون میشن. چرا؟ به خاطر اینکه میترسه که تنها بمونه، میترسه که ترکش کنن. همیشه وحشت داره از اینکه عزیزش رو از طریق مرگ از دست بده. و یک همچین فردی طاقت حتی جدایی‌های معمولی رو هم نداره. بنابراین میگیم که این آدم در یک اسکیمایی به نام اسکیمای ترک شدگی گرفتار شده. یا کسی که دائما فکر میکنه که دیگران میخوان بهش آسیب بزنن، آسیب وارد بکنن، میخوان بهش خیانت بکنن، میخوان فریبش بدن. پس بنابراین در پیشنویسی که در ذهنش وجود داره و شکل گرفته از کودکی، یک سوءظن و بدرفتاری دیگران وجود داره. فکر میکنه که آدم‌ها برای اون نیت درستی ندارن. پس میاد چیکار میکنه؟ خودش رو میخواد محافظت کنه. یه دیوار میکشه بین خودش و آدمای دیگه، برای اینکه اعتماد نداره به کسی. نمیخواد به کسی اجازه بده که بهش نزدیک بشن، یا اگر بهش نزدیک بشن تا یه حدی بهش نزدیک بشن. همچنین انتظار داره که آدمهایی رو که دوست داره بهش خیانت کنن، برای اینکه غیر از این یاد نگرفته و نیاموخته. یه همچین آدمی چیکار میکنه؟ وارد رابطه نمیشه. اگرم بشه، رابطه‌های سطحی ایجاد میکنه، اصلا عمیق نمیشه. یا اینکه میره دنبال آدمایی که با او رفتارهای درستی ندارن، بعد نسبت به اونها خشمگین میشه، کینه میگیره. همینطور گرفتار این پیشنویس‌های ذهنی باقی میمونه تا اینکه عمرش به اتمام میرسه. اما آیا قراره این گونه بمونه؟ حتما که نه. بنابراین اولین قدم این هست که برای اینکه بتونید راه درستی رو پیدا کنید و این موضوعاتی رو که برای شما به صورت مداوم پیش میاد رو حل بکنید، باید بتونید اسکیمای خودتون رو پیدا کنید. خب شاید بتونم در فایل صوتی بعدی براتون بگم که دقیقاً شما چگونه باید این رو پیدا کنید. خب من الان باید چی بگم؟ الان باید اینو بگم که این فقط یک نمای کلی بود از اون چیزی که میخوام انجام بدم در این پادکست هایی که شما قراره بشنوید و میخوام کمکتون کنم که به قولی تله های زندگی خودتون رو پیدا کنید و بفهمید آخه چی میشه که اون نتیجه‌ای که شما دلتون میخواد از روابطتون نمیگیرید.